دست میکنن. تو به هر چیزی که فکر بکنی ذهنت هم به همون سمت و سو میره. حالا مشکل چیه؟ مشکل این فکر است. تو نمیتونی فکرشو بکنی. خب چجوری فکرشو میکنی؟ حرفشو بزنی. دیدی در مورد هر چیزی که من الان گفتم داری در مورد قلبت حرف میزنی، در مورد حال بعد قلبت حرف میزنی، چرا برعکسش رو استفاده نمی‌کنی؟ اصلا یه راهکاره. خوبم، قلبم خیلی خوبه، خدا رو شکر، چقدر دیروز خوب بودم، چقدر امروز خوبم. یه عبارت تأکیدی مثبت. تو وقتی که این کلمه رو میگی، هی تکرارش میکنی، فکرتو میبری به اون سمت و سو. فکرتو میبری به اون سمت و سو که این حرفی که تو داری میزنی، داری ناخودآگاه بهش فکر میکنی. شاید اون فکر منفی، اون وسط ها شیطنت کنه، هی بیادا و میاد، قطعا راحتت نمیذاره. اما تو با گفتن این جمله هی بهش یادآوری میکنی که نه، اون فکری که تو داری میکنی درست نیست، این حرفی که من دارم میزنم درسته.